بین منیجا همین در نصیبت میبودستند یک سومونی بین که صاحبی ماشین در یک سومونی صاحبی ماشین بین مرسدس آدمو میچتد میکنن مرسدسا یک سومونی دا صاحبی مرسدس شد بیا اکا السلام علیکم السلام علیکم اکا جان بیا اینجا السلام علیکم مرحمت کنه شده رحمان اکا جان شما برنده لاتو منیجه شده اکا جان شناسنامه‌تون رو ببینیم شناسنامه بله مال اکا جان مال خب اسماعیلوف سعدی سعدی بله تبریک رحمان اکا جان اکا جان شما صاحبی منم مرسدس بله یک مرسدس سیاه یک مرسدس سفید کدامش انتخاب کنه مرحمت سفید سیاه اکا جان یگان ماشین سرخ نداره نه ما هم فقط یک سیاه داریم یک سفید اکا جان ما ماشین سرخ مخلای اکا جان شما با یک ساما ماشین برد کده فرقش چی سفید سرخ یک چگیره روین ما مپای کارمون شوه نه خیلی نمیشه همه من چیزی مخلای ما همون رو میگیرم همون سرخ گفتم سرخ اکا ما در همین پریزومون یک سیاه موندگی یا سفید موندگی بگیره یگان چه انتخاب کنه بره آخی ما مپای کارمون شوه اکا کار داریم نه ما همون گفتم که همون سرخ باشه میگیرم میرم تمام خیلی ما سرخ نداریم چیکار میکنی اکا نداره؟ نه ماشینی سرخ نداشته باشه یا سامانی ما رو بتیم ما میرم ای دختر ما تو رو چند بار گفتم که بیهوده گردی نکن گفت گوش نمیکنی ای همین ساعت تو بگره کجا بگردی بیکلا روزی چیه؟ سلام علیکم اکا جان سلام علیکم بیا خوبه تیجه سلام اکا جان ما ای کمونالی برای پول آب موندگیم نه بیا بدونی نه رحمت با فکر داری خونه دیگه اویل زندگی بکردن راست دیگه ما یک ماشین همین خونه رو خریدیم زندگی داریم نام فامیلیتون اکا جان اسماعیلوف اسماعیلوف کی؟ سعدی خب در این خونه چند کس زندگی میکنه شما اکا جان؟ در این خونه چند کس زندگی میکنه؟ یک کس و یک نوکس بیا سعدی بیا عروس ها به دم بگی چرا؟ عروس نگاه چی عروسه؟ تولی عروسی منو بی داد میکنه عروسی تره؟ اتره به افتاد کی نگاه میکنه؟ عروسی نگاه میکنه؟ بچه او روز برای ما قریب خچه میکش برای تو خچه میکش؟ تو پروزه داد کندگی چیزی بگم که باور میکنی سعدی جان داد کندگی چیزی کنم باور میکنی بچه ما هم پدر که نیستیم کو تو از هم او بیره بگو بینیم تکو او بیره نمیره و دختری سویجه او دختره که شما فکر میکنید او دختره نیسته فهمیدی؟ و خیلی نمیگه که عروس مای ما بکنی کو زنگش بزن؟ اینو ولی زنگ بزنو اینو ولی چقدر دیگه افزودگی نیست اینو ولی بری دستی کن بیش الو سلام علیکم جان سازی نازی علیکم سلام میشه رحمت ساز یا بیرون نمیروی ببینم تا برای چی؟ یا بوسه میکنم تو بخون تا مدرم من هیچ وقت برای بوسه بیره نمیبرم مرده؟ مرده امروز هم تخمه موندگی ما چوجا نکده کو؟ بچه امروز هم نبرو ورده این همی سعدی اوانی ویچه که هم پروفسور گفته بود که زنک همون گفته بود که همی تخمی تای پای مرغ باید در 20-21 روز چوجا بروره با چی برم امرو راگنه؟ من نمیدونم اخی چی باید کرد؟ میگو مردک یک بار زنگش نمیزنی زنگش بزنم؟ یا باکو زنگ بزنم بسپرسش ماله بو پای کارچه ما زنگش بزنم ماله سلام علیکم سعدی اوانی ویچه اکا یک خونه ما میوین ما کم تر کار دارم میشه که دیرتر بیام مایلی
مایلی مایلی سلام علیکم پروفسور سازه سلامتی خوب همان نظر شما نظر سازه رحمت اینجای خاک اینجای همین شما گفته که 20-21 روز ده همون تخم باید چوجهش برو را این اما 3 ماه نگاه دارم چوجه نبرو ورده هم تخمی موندگی نه نمیرم امروز ببینم که مایلی را مایلی تو کالو داری نداری آدم اصال میکنه شما نفهمیدم که برای چی؟ چی گپه؟ آخه شما تخم دوشاندگی موندن کو؟ ای زنکی ما یک تای این خشروگی شبی این زیباگی شبی اما ترا برای نمی زیباگیت گرفتم آخی ای مردکه تو مرا به فایده تعریف نداری دیلک چیزی میکشه که قمر تعریف کردستی دل ما دیگه چی میکشه زنک شکراو میکشه شکراو دلت فقط خوردنی دا میکشه مردک کنش نه دلم خوردنی میکشه زنک اومد را برای انم 5 هنر ایکو برای انمو گرفتم آخی در تو صدقه شوم مال مردک این از میخزم از ولاد میگیرم فطیر میکنم شکرا بود میکنم بخش کم تا سر که برخوره ایده سینم قکور میاد سعدی جان اینجا بیو بچه اینجا بیو السلام آتان و علیکم السلام چی خطفاسون کده کجا رفته سی؟ اگزم رفته سم امتحان دارم اگزمی رفته سی؟ گوش که مرا نه همه اوچد این همی درباره تو گپ زد گفت که بچه درس گرس شده بچه درس نمیخونه بچه بسواد شده یا برا نه آتا ما درسامو نغز میخونم سوادم نغز سوزای گوش که بچم اگر در همه اگزمینوت بهای 2 گرفتی کو مرا دیگه اوتا نگو فهمیدی؟ برا براری کور من رحمت آتا سلامت باشی بچم ها بچم آمدی با چند گرفتی؟ میبخشن شما کن ما شما رو نشناختم